پدیده مثبتی که من در اینجا مشاهده میکنم این است که خوشبختانه حالا با احتیاط هم باشد بعضی از زیاییان پیدا شدن که درباره جایگاه معلم امروز صحبت میکنن. بله. و جایگاه معلم اگر در وقتی چگونه که من حاضر گفتم که حتی از مکتب این درماندگی پیدا می شود، اگر جایگاه معلم بالا رود، معلم میتواند نقش بسیار مهم در از بین بردن این یا اینکه درمان این پدیده یعنی که همون درماندگی آموخته شده داشته باشد. و برای همین من فکر میکنم که بعضی شخصیت ها در جامعه هستند که اگرچه خیلی با احتیاط، باز تاکید میکنم خیلی با احتیاط، ولی به این نکته ها تاکید میکنم که این فکر میکنم آغازی خوب است. حداقل در حال حاضر میتواند یک تأثیر مثبت در جامعه داشته